تصاویر عجیب و عاشقانه آلیه انصاری با حسام فرزان که اصلا باورتان نخواهد شد. رفتار جالب آلیه انصاری و نشر تازه ترین رفتار جالب و ویدیو کلیپ های آلیه انصاری و حسام فرزان در صفحات مجازی. آیا با واقعیت آلیه انصاری با حسام فرزان نامزد شده است یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آلیه انصاری یک تن از هنرمندان موفق و ناماشنای افغان بوده است. شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. در کشور کانادا این روزها رفته آمدهای بیشماری دارد. هرچند آلیه انصاری در کشور انگلستان زندگی می کند، ولی به خاطر کارهای هنریش و معشوقش در کشور کانادا رفت آمدهایی دارد. آلیه انصاری این روزها با نشر ویدیو کلیپ هایش در صفحات مجازی بار دیگر سرخط رسانه های مجازی شده است که گویا آلیه انصاری با حسام فرزان در رابطه عاشقانه ای است. آلیه انصاری با حسام فرزان آهنگ های بیشماری سرود که مورد حمایت گسترده افغان ها قرار گرفته است. آخرین آهنگ آلیه انصاری با حسام فرزان بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. آلیه انصاری یک بار ازدواج کرده است، دارای 2 فرزند می باشد، اما به دلیل نامعلوم از شوهر اولش جدا شده است. وی با فرزندانش در انگلستان زندگی می کند و بعد از جدا شدن از شوهرش و هنر موسیقیش آغاز کرد که آهنگ‌های آلیه انصاری با هنرمندان افغان بازدید میلیونی را در یوتیوب از آن خود کرده است. حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و مصروف ادامه تحصیلاتش است، ولی گاهی به هنر موسیقیش هم پرداخته است و آهنگ‌های سروده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این هنرمندان کشور خود خواهیم بود. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آلیه انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.